سلام بیننده‌های عزیز، شب شما بخیر. خوشحالیم که یک روز دیگر فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتپورت. دوستای نازنین، برنامه باغ سبز طوری که شما مشاهده میکنید امشب ساعت 12 بجه شب است. از شما خواهشمند که همراه ما باشیم دوستای نازنین. با خاطر گل روی شما ما برنامه رو به 20 جای تشریف کردیم. سلام و وقت بخیر دارم به خدمت شما بیننده‌های عزیز. ساعت چی بگم دیگه، چیزی دیگه به صبح نمونده که این دوستایی که در کنار ما هستن میبینیم اینا فقط از سر شوم تا حال منتظر مانم. ما به خاطر شما که برنامه برای شما جالب باشه ما از ساعت 4 نمازدگر شروع کردیم به حرکات که آمدیم چند نفر تقریبا حدود 15-20 نفر امی کاروان ما بود که آمدیم که امروز فقط امی تا چند دقیقه میشه که ما رسیدیم امشب به این محفل که به داخل از این غریه و این قشلاق از حجی کاکا که در کنار ما هم پرسان میکنین که این محفل به شما چه کاره هم آقا دوماد و این منطقه را معرفی کنیم. کاکا جان سلام داریم به خدمت شما. صحت شما خوبه؟ سلامت باشیم. نام شریف شما؟ خلیفه عبدالرحمن. بسیار خوب. اول کو همین منطقه خود نام ببرین که بیننده بیشتر متوجه این منطقه به نام خم میدو غری خم زیرات ولسوری گذاره ولایت هرات. خب اگر مربوط به گذره ما از ساعت 4 بجه تا حال برایم چقدر گذره مگذر همه که تو پیدا کرده تشویش شده. خب یعنی این مربوط به ادرسکن نمیشه؟ نه. خب بسیار خوب. بله. همون ذرا امی اطرافا مربوط به گذره میشه. بله. خب دوستایی که در کنارمون هم بیشتر توضیح بدین که امشب چی مراسمیه؟ امشب مثلا سیم عروسیه این مولس جمولس مولاتار از سیوشون هستم. بسیار خوب. ایلالا اینا از سیوشون هستم و قومت کروخ هستم ولسوری کروخ اومدم. بسیار دوستان همچنین. خب امی محفل خود شما نه؟ بله. آقا پدر خسور آقا دمادیم. خسور آقا دماد میشه. بله. خب بسیار خوب. حالا شما ما اینجا قطعگیر کردیم. بله. به شرطی که جلو دوربینه حقیقت به شرطی بگیم. از امی شادوماد امشب چند شما پیشکش گرفتیم؟ 5 لک. خب به نظر شما کار خوبیه؟ بله. چی خوبی داره؟ مجلسه. ما همون شخص میشناسیم دوستمونه. بله. خب همون آقا دماد او مسلمون یک آدم غریبی، شما به حق از او ظلم نکردیم؟ نه هیچ ظلمی نداری. خب از این 5 لک چند شما جایز میدیم؟ خیلی سالک ما بدون تفش کردیم. یعنی 3 لک جایز خریدیم؟ بله. خب رسم روات شما مردم چیه مثلا؟ امی جایز چیه مثلا؟ بعضا من خیلی یک محفلای رفتم که بسیار جانماز زیاد میدم. مثلا یعنی غلیچه. شما از اونا میدیم؟ صبح جانماز دریفگی به شما میدیم. بسیار خوب. خب از چند اورسولی بگم، از چند قشلاق بگم شما امشب خبری داریم؟ ما 20 قشلاق اینجا خبری داریم، از 3 ولسوالی هم خبری داریم. نام خدا. بسیار خوب. خداوند شما بیشتر خیر بده. خب کل خبری ها شما چندیه؟ کل خبری 500 نفر. بسیار خوب. یعنی به داخل می قریه، به داخل می کوه شما میتونیم جا داشته باشین که یک ذره نون بدیم؟ بله. خب امشب کو عروسی نیه فردایه؟ بله. امشب هم به دوشمانه؟ بله. خب بسیار خوب. این کو از طرف آقا دوماده این یک ظلمی نیه؟ نه چی ظلمی؟ صبح کن کاستا دوغ میرزه فرعون است میرزه میخورم. چی ظلمی داره؟ خب می خرج و برج به جمع از او بابای چرا شما 500 نفر از طرف خود خبر کردیم؟ خب طرف خود کلا او داره میرزه میخورم دیگه چی فرق میکنه؟ به تشوروا؟ بله. بسیار خوب. ماما جان خود شما چند عروسی کردیم؟ ما یک عروسی. حقیقت رستگی؟ بله. همون شو جمعی که برفتیم به خونه خسور خود دست خیلی شما خوشی شما بیخکلگی زده بیرو کردم مسئله بیاد چمونه؟ بله 3-4 دفعه. واقعیت میگم. خب بسیار خوب. اجی ماما چی احساسی دارین که
میمونا به چاردوبر شما میخندم، شما عزت و احترام گرفتیم، دعوت شما پذیرفتم. شما چی احساسی دارید؟ ما می سیاست که شوی نیمه شده، شما درست تشریف آوردین. بسیار خوب، خوشحال شدیم. یک کمک شما خسورا، یک کمک به حساب می انسان ها غریب دومادا خو مراد بکنیم بیترتره. ما مراد میکنیم که 10 لک نستونیم 5 لک استونیم. یک گپ ما به شما میگم به شرط بیننده های عزیز وقت شما رو بیشتر نمیگیریم. یک کمک دیگه هم از این که امشب شب آخیره، اگر پیشکش بگرفتیم یک 50,000 از طرف ما برای اینا بخشش کنیم، اگه بمونده بازم بخشش کنیم. ای بمون بخشش میکنی. خب تیار خوشحال باشین. خوشحال شدیم دیدن شما. ما همچنین زنده باشیم. خب بسیار خوب بیننده های عزیز، امشب کو شب است که ما نمیتونیم تصویرات داخل می قشلاق و کور ما برای شما به تصویر کشیم. باز انشاءالله صبح زود انشاءالله برنامه رو تصویر میگیریم از این منطقه که واقعا بسیار یک جای زیبای، جای جالب دیدنیه، هم به حساب تفریح هم به حساب آب و هوای منطقه. همراه ما باشیم دوستای نازنین، امشب برنامه همینجا ادامه داره. بیننده های عزیز، هوا سرده که میبینیم دوستا بعضا به دور خود کمپل کردن، بعضا لافت، بعضا پتو. به خاطر شما واقعیت به شما بگم هدف ما اینه که امشب گلای لبخند بر روی لبا شما شکوفا شه. ما نیمه شبه ایتا قبول کنیم که ما طال گوش نیم. به خاطر شما در کنار ما حاجی صاحب محترم که ما اینا آشنایم از اینا که اینا از سیاوشون فکر کنم خونین آمال هم فعلا به سیاوشون هم همونجا از اونجا تشریف آوردم. انال ما از اینا میپرسیم که شما چند از این عروسی از حساب پخت میگیریم. حاجی صاحب اول که سلام دارم خدمت شما، نام شریف خورم. حاجی عبدالقدیر آشپزم. بسیار خوب. چی مدتی میشه که مسئولیت آشپزی داره؟ ما پیر ما میراث مونده با ما. خب حدوداً که مثلا خود من 30 سال میشه، 35 سال. خب سن شما چنده؟ 55 سال. 25 سال شاگرد بودیم. خود پیر خود کار میکردم. بله. خب بسیار خوب. به می 30 سال 35 ساله که شما استاد شدیم. بله. چند مراتب دیگه پیش شما شور شده، چند مراتب پیش شما شعله شده بر اینجا؟ کار آتش گاهی وقت شاید باشه. شور نشده. شور نشده. نه، شعله گاهی وقت بر اینجا بدلی بوده بشده این تمام. خب اگر بر اینجا بدله که تقصیر از شما نه. میفهمی علت چی؟ وقتی که شما بر اینجا بنام میکنیم لیست خور میدیم، هم شما نگاه کنیم بعد بفهمید. به دستور ما صاحب مجلس بر اینجا نمیاره، بر اینجا بدل میاره و شعله میشه. خب شما باید پخت نکنیم، چون 1000 نفر به یک مجلس میایه، مسئولیت مجلس به دوش شما نمیفهمن که هر مجلس 2 لک افغانی قیمت نه. شما باید مسترد کنید. کوی خدای عالی وقتش و دیگه بر اینجا از کجا میکردین؟ خب برار ما به شما راه یاد میدم. بگی. قلورتروش. قلورتروش میشه. انات قدیم. درسته؟ درسته. بسیار خوب. حاجی صاحب اینجی تا به داخل شهر یا به داخل سیاوشون همین پخت شما فرق میکنه؟ نه. یک چیز. خب شما مثلا چند بوجی بر اینجا امشب؟ فردا 5 بوجی. 5 بوجی. بله. خب پول پخت شما چند نمیشه خود ظرف اینا؟ ممکنه 3-4 بشه. خب ما کدوم که قبول کنیم؟ 100,000. من 100 روپیه خود ظرف پخت میکنم. خب بیننده های عزیز، واقعا خداوند حاجی صاحب خیر بده. یعنی ما خدایی به شما بگم به خاطر همین دوستا آمدیم، خیلی زیاد خسته شدیم. اینا اگر 3,000 چی که امشب 8,000 افغانی هم میگرفتم، به این مصارف و به این زحمتی که به داخل از این کوه آمدم واقعا کمه. خداوند به شما مزد بده.
که شما مگذر لیاز مرآت همسایه‌داری و دیوارداری داریم. اگر شما همین 5 بوجه برنج هم به هرات به شهر پخته میکردیم امکان داره که خود کرا ظرف شما می 3000 2500 میداد. بیشتر میدادم آقا. خب خیر ببینیم. خب بسیار خوب. حقیقت بگیم اجی صاحب. بیننده شما رو نمیبینن. همین قاشقه که شما برین میکنید چند من میگیره؟ این ممکنه سقوری 4 قوری. 7 نیم. نه سقوری 4 قوری نان میگیره. بیننده عزیز شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نون مفت اگر دیدی تا به کرکنک جا کن. شما هم دیگه خدا کو نکنه که یک جای سرفتاد چیم. اگر باش بعضی او گردون خب بیشتر جا نمیگم. او گردونه یا بوشک یا کاربار گردون. هر مقدار اگه او گردونه. نه پیرمرد شدم او گردون خوردیه. راست میگه. همین سید احمد رفیق ما یارو به تعجب بشین شاه گم شه. نه. بسیار خوب. حاجی صاحب. تا به این مدت که شما آشپزیم تال شخصی شده باشه که شما رو به سر دونده باشه به خاطر این پول؟ نه. نقد و نقد میدن. میدم بله زیادتر میدم. خب اگر به سردک شیرینی ندم برای شما دیگه وا میکنین؟ بله. تشکر از شما. سلامت باشین. به افتخار عزیز صاحب یک چک چک هم بریم دوستان. خب چکک و کم زدیم. امشب شب عروسی هم هسته. بیننده‌های عزیز خدا کنه که تا به این لحظه برنامه برای شما خسته کن نبوده باشه. بازم طوری که شما مشاهده میکنیم نیم شب است و ما با داخل یک قشلاقی هستیم که بسیار یک جای سردی هم هست، یک جای زیبایی هم هست. در کنار برادریم لالا جان سلام داریم خدمت شما. علیکم سلام. صحت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. خیریت باشه. خور یک ذره پیش دادیم. خونو که کامه. 10 نفر سور پوف کرده بیدم اینجا گاهی خاطر درسته؟ خونو خوردیم کام. خب بسیار خوب. این محفل امشب گپ بزنی از فامیلا شما یا همسایه‌ها؟ ما و شما میمونه خودی هم آمدیم. خب شما ما شهر آمدین؟ بله. بسیار خوب. شما چند ساعت شما همراه ما کو نبودیم؟ ما و شما با یک موتر بودیم خودی هم. گشته البته تاریک بوده شما ندیدم. ما شما مولا سید احمد خودی هم بودیم. بسیار خوب بسیار خوب. خب حالا که خودی هم بودیم خیر گپ بزنین که فامیل یا دوستا شما نه؟ دوستامونم فامیلی ندارم. خب خود شما تنها خبر کردم؟ بله. خب از امی غریب هستیم یا عدگه جاییم شما؟ از ملتاییم. امو غیری که شما نستادن خود شما. اونجا بسیار خوب. خدا قبول کنه نماز شما اونجا. خدا من قبول کنه. بله. خب شما تال دیگه هم بزین مسیر بی آمدین؟ بله. خب چرا همین دوستا مثلا وقتی که میگذر نام خدا خلایق داره اینجا نفوس داره همین رار چرا جور نمیکنه؟ راه دیگه جور میکنم و وقت سیلابا واسه خراب میشه. خب تنها کو به رودخونه سیل به سر کوه کنیه؟ سر کوم بعضو امسال یک دو پیر سیلای آمد که کوارم خراب کرد. سر کوارم خراب کرد. خب شما اینجا کشت چیزی هم داریم؟ اینجا دارم. خب ما خود شما بومی کدوم منطقه ای؟ ملاتا. از همونجی؟ بله. همین فعلا همونجی نشیمند؟ همونجی که نشیمند. بله. خب اونجا چی کار وظیفه داریم؟ اونجا هم کشت هم داریم، مالداری هم داریم. خب بیشتر بزود دشت خشک امسال امسال زمینانیه چی بیشتر کشته میشه؟ امسال دیگه کشتمون زیادتر و جوی بود و گندم بود اول سو. خب آخر سیزبار نشد کشت. نتیجه خوبی بدار؟ خوب شد الحمدلله خدا را شکر. از حساب دیمه اشتنه؟ دیمه هم خوب شد بعد نبود خوب. الهی شکر. بسیار خوب. خب مالداری گپ بزنین که چی دارین؟ گوسپند داریم یا گاو و شتر چیزی؟ گوسپند. چند دونه خود شخصی داریم؟ 30 تا. خب دونه 3-4-5 هزار میخرم؟ ان شاء الله. روزگار زندگی میچله؟ شکر خدا را شکر. الهی شکر. الهی شکر. چند نفر به فامیل خرج خوریم؟ 9 نفر داده خدا. خدای پاک زیاد کنه. مسئولیت کلان به دوش شما یا دستیاری یا بچه چیزی هم داریم؟ دوش خودمونه مسئولیت.
دستیاره نداریم. هست بچه خود شما دارم. کمک کنه. هست بچه هم دارم خدا رو شکر. در 12 سال بچه هم دارم. خب بسیار خوب. بزی منطقه شما چون دوستا شما نه فامیلا شما نه رسم و رواج پیشکشا و عروسی ها چی رقمه؟ به شکل قدیمه یا به مثل شهر فعلا؟ دیگه از قدیم کم فرق کرده. مثلا چی فرق خوب شده یا بدتر؟ خوب شدم شد. پیشکش کو خیلی میستونم. خب 5 لک و 6 لک و 7 لک هم بازو میستونه. بسیار خوب. باز دیگه رسم و رواج کم فرق کرده. به صبح جیز و به صبح دیگه خرجوی حساب کم فرق کرده. نسبتاً به قدیم فرق کرده ولی. یعنی حال کمتر مصرف میکنه. مصرف کو بیشتر میکنم باز خوبتر مصرف میکنم. آها او بی‌ترتر. بی‌ترتر. هر چیزی رو میتونه به وقتی. آقا با وقتی ولی. بسیار خوب. بزی منطقه شما برق هم نیه. وقت شما به داماد خو مثال جایز میدیم جنس برقی هم میدیم. سولار بطری میدیم نه جنس برقی فلان کنه دیگه. خب خود شما پسر داماد کردیم؟ نه تو بول. دخترم عروس نکردیم؟ نه. داماد چند بار شدیم شما؟ یک با. حقیقت؟ ایغا. که بعضا دوستا میگم 2 دفعه عروسی کردیم. نه یک دفعه رسی. خب فامیل هم یا بیگونه هم؟ بیگونه هم. خب پیشکش شما چنده بود؟ پیشکش ما با ویزو پولا قدیم بود 1500 لک که 1.5 لک گلک میشه. 1.5 لک. آه. بازم فرق نکرد؟ نه فرق نکرد. بسیار خوب. خوشحال شدیم از دیدن شما. خیر بینیم. اگر شب خودمون نمیریم خوشحال میشیم. خیر بینیم تشکر. تیار باشیم. بینندای عزیز همراه ما باشیم. دوستان ما فقط میفهمیم که به داخل از این قشلاق فقط به چراغ مشتی و به گوشی ما برنامه ثبت میکنیم به خاطر که اینجا برق چی که سولار هم خیلی کم پیدا میشه. همراه ما باشیم. حالا جان مونده نباشی. سلامت باشین. صحت شما خوبه؟ شکر الحمدلله. زنده باشیم. اسم شریف شما؟ محمد رفی. خب از کجا هستیم؟ از می قریه یا دیگه جا؟ نه سیاوشون ما گذره. خب بسیار خوب. همین عروسی امشب برای شما چه کاره میشه؟ برای ما ازم دوستایم ما رو خبر کردم بیامده. خب تنها یا فامیلی؟ نه فامیلی آمده. بسیار خوب. یک سوالی از شما میکنم. شما رو کلی نداد به خاطر یک چکه شورو و ایجی آمده؟ نه واسه دوست داشتیم بیامده. حقیقت؟ ما کو باور کنیم بینندای عزیز به خاطر می شوروا قدیم نبیدی اگه لنگم به اینجی بیامدی. نه همه حقیقت واسه دوست داشتیم بیامدیم به مجلسی. بسیار خوب. کی آمدیم به اینجی تشریف آوردیم؟ ما ساعت 2:30 بجه حرکت کردیم به 5 بجه برسیدیم به اینجی. خب یعنی چند ساعت برا بیدیم؟ تقریبا 2.5 ساعت 3 ساعت خب میتونه. چرا ما 7 ساعت برا بیدیم؟ ما دیگه شما با موتور اومدیم با موتور تستر میای وزیر. سکل بود زودتر میاد. سکل زودتر میاد. بسیار خوب. دگم به این منطقه به عروسی بیامدیم؟ ما به عروسی نامدیم اون تو گاهی به تفری میایم اینجا به مهنگیری میتو گاهی وقتا میایم خیلی اومدیم ما به اینجا ولی اینجا می هم فلان داره؟ فعلا داره میکله و مهن داره. می بیشتر به روز گرفته میشه یا به شب؟ به شب هم گرفته میشه به پا چراغ به روز هم گرفته میشه به روز بیشتر گرفته میشه. خب با پا چراغ وقتی مندازونیم به داخل عوام چراغ می مثلا نمیتونه خورشورده ای نه استاده فقط دست خور بر میداره. خب بیننده‌های عزیز طوری که لالار ما آشنایی دارم یک شخص میگیر درجه یکیه اینا حقیقت به شما بگم چند سال میشه که شوق و علاقه بعضا بیننده شاید تصویر دیده باشم به می و به شکار شما داریم؟ یاره 20 سال میشه. خب 20 سال به این مسیرها میاییم؟ بله شکار مهنگیری میاییم. بسیار خوب. اینجا یک جای هست به نام
چشمی او گرم. بله. همین چشمی او گرم چی رقم مثلا؟ چشمی او او گرمه. بله او گرمه. اوزی میته او گرم هم است یخم خودم قطی میشه میته خودم برای جور خود چرب کنه بندازه به داخل چشمه. خدایی هم او گرم. بله او. بسیار خوب بسیار خوب. خب چقدر از این شب محفل لذت ببردیم؟ خیلی خوب خدای لذت بردیم. خیلی خوش کدش بالا. خب یعنی امشب به خاطر عروسی آمدیم، اگر صبح چون جمع هم هسته اینجا دوستا شما بگم بریم به میگیری یا به شکار بریم کوک، بسیار کوک اینجا زیاد میریم بله او میریم او شوقیم دیگه میریم. یا به مو هدف بیامده؟ نه به زو هدف نمودیم واسه مجلس اومدیم. خب شوق باشه به هر جا باشه ما میریم. بسیار خوب. خدا کنه که همیشه همیت انسانایی که به یک راه به یک کار میکنم همیت به شوق و ذوق باشه. تشکر از شما. زنده باشیم. بخیر باشیم. بیننده‌های عزیز همراه ما باشیم. ما دیگه میفهمیم که فقط می نفوس شردی برمون نام خدا کم نکنیم. شب زیاده. انا منتها 3-4 نفر شاید ما بتونیم داخل تصویر جا بدیم، بخاطر که همینا هم گوشیه و از طریق لایت گوشیه و چراغ مشتی ما میتونیم تصویر جمع کنیم. همراه ما باشیم، جای دیگه هم میریم. بیننده‌های عزیز خدا کنه که تا این لحظه لذت کافی از برنامه برده باشیم. طوری که ما شما مشاهده میکنیم بازم ما به داخل همی قشلاق و یا قریه بگم یا یک منطقه سرسبز زیبای کوهستانی هستیم که در کنار یک از مجاهدین برادرای امارت اسلامی در کنار ما هستم. یک شخصی که اینا واقعا تا به می جای مکانی که ما آمادیم اینا همراه ما بودم. امیت احترامانه واقعیت جلو روی اینا گفته نشه، برای ما به موتر خو آوردم و عزت و احترام و مهمون نوازی خوبی تا به می لحظه و به می فرصت اینا همراه ما بودم و داشتم. از اینا خواهشمندم که نام مبارک خور برای شما میگم و بعد توضیح بدم که این مراسمی که امشب اینجاگاه برای اینا از اینا آقادما چه کاره میشه. سلام دارم خدمت شما. سلام علیکم و علیکم سلام. جوریم برور بخیریم. سلامت باشیم. بنده ایزمری خادم شبکه عضو مدیریت ترافیک پرسونل تنظیم شهری. بسیار خوب بسیار خوب. خب گپ بزنیم که وظیفه شما به داخل بازار قانونی چند ساعته؟ از 7 صبح شروع میشه تا به 8 شب. یعنی قانون قانونی بله. ترافیکی. 12 تعطیل میکنیم تا 2 بجه نون میخوریم و نماز میخونیم. بعد از 2 شروع میکنیم تا به 8 شب. خب چرا 8 شب؟ حساب قانون هر ارگانی که باشه 4 یا 5 میجه. شما 3 ساعت 4 ساعت دیگه برای چی مثلا اضافه خدمت میکنید؟ چون که از طریق شب که میشه باز رو به شم مردم گشتگرد اینا زیاده به داخل شهر شلوغ میشه، باید باشیم. حادثه میشه دیگه شلوغ، باید باشیم تنظیم و جمعانه. بسیار خوب. وقتی که یک شخص مثال از همون چهارراه یا از همون فلکه رد میشه، شما مثلا باید وظیفه شما که یا تلاشی کنیم یا مثال بگیم به طریقی را رو که مثلا مزاحم به کسی نباشی، شخص شده باشه تا حال مثلا خودسازی کرده باشه، به حرف نکرده باشه؟ نه الحمدلله همگی پابند به قانون هستم، میفهمم. شکر خدا تا حال پیش نیامده. خب شما باید یک مسئول، اگر یک شخص پیدا شه که شما خودی و دوستانه رفتار میکنیم، او مثلا به حرف شما نکنه، شما چه کار میکنیم؟ ما مجبوریم تحمل کنیم. بسیار خوب بسیار خوب. واقعا دموتنه دوستای نازنین، اینا واقعا زحمت میکشن. ما بعضی موقع تا به ساعت 10-11 شب که داخل بازار هستیم، واقعا اینا میته به هوای سرد و به هوای گرم واقعا زحمت میکشم. همیته اگر معاش چیزی هم میگیرم واقعا حلاله برای اینا، جلو روی اینا گفته نشه. بسیار خوب. گپ بزنیم که همین محفل امشب همین آقادمات برای شما
دوستم یا فامیلا شما نه؟ اینا از دوستا هم سنگری ما بوده. خب همین فعلا هم ترافیک فکر کنم. بله ها، اما لکم وظیفه دارم. خب بسیار خوب. آمادیم اینجا تال خودی نای همکاری هم بکردیم. همین که برای ما زنگ زدم که شما رو بیاریم، ما دیگه چیزی برای ما نگفتم، ما هم چشم گفتیم قبول کردیم. زنده باشیم. لطف شما نه. تشکر از شما. ما تشکری میکنیم که واقعا از ساعت 3:30 بجه روز که ما و شما خودی هم سفر شدیم همین راه دور، واقعا همیتا برای ما خوش تیر شد و شما واقعا همیتا میمون نوازی خوبی داشتیم. اگرچه مسئولیت هم به دوش شما نبود، صاحب محفل شما نبودیم، به حساب دوستانه مگذر زحمت کشیدیم. خب گپ بزنین که نیت شما هسته که فردا کجا از این منطقه دیدن کنیم شما؟ هر جا که شما دوست داشته باشیم ما شما رو میبریم. زنده باشیم. تشکر از شما. واقعا زحمت میکشیم. قربان شما. سلامت باشیم. موفق باشیم دوستان. زنده باشیم. سلامت انشالله باشیم. شما. زنده باشیم بیننده‌های عزیز. ما ناگزیریم که با شما خداحافظی کنیم، چون بیشتر برنامه ما نمیتونیم ادامه بدیم، چون جای دیگه هم هست باید برنامه ما ثبت کنیم. اگه کم و کسری بود، چون هوا سردم هست و بی برقیه و بی امکانات بزی داخل از این قریه و قشلاق تا به فردا شب که کدو منطقه و کدو قریه نصیب و قسمت ما باشه که ما بریم تصویربرداری کنیم، سوال جوابی از برادرها و موسفیدا از طفلای نازنین داشته باشیم. شما رو به الله پاک میسپاریم. خدا حافظ و نگهدار همه شما باشه.